سلام بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 25 دکبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانونی را امضا کرد که به او رسما عنوان پیشوای ملت را می‌دهد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 25 دکبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت امام علی رحمان در برابر چند سند دیگر همچنین قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را امضا گذاشت که این سند بعد چاپش در نشریه‌های رسمی حکمی اجرا می‌گیرد. به گفته دفتر مطبوعات قانون مذکور با هدف حفظ یک پارچگی، پایداری وطن و تحکیم دموکراسی در تاجیکستان قبول شده است. طرح قانون را چند پیش وکیلان پارلمان تصویب کردند ولی منتقدان گفتند پیشوای ملت نام گذاشتن رئیس جمهور نمونه دیگری شخص پرستی و مخالف ارزش‌های دموکراسی است. قانون مذکور به امام علی رحمان اجازه می‌دهد پس از قطع وکالتش در سیاست‌های داخلی و خارجی تاجیکستان نقش عمده ایفا کند. رئیس جمهوری قرقیزستان گفت امیدوار است تا 2 سال دیگر بحث‌های مرزی کشورش با تاجیکستان به پایان می‌رسد. المسبک اتامبایف روز 24 دکبر در نشست خبری در شهر بیشکک گفت مسئله مذکور را با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش بررسی کرده و گفته است که دو کشور باید تا سال 2018 تقسیم و علامتگذاری مرزی مشترک را تمام کنند. تاجیکستان با قرقیزستان 901 کیلومتر مرزی مشترک دارد و بیشتر از 400 کیلومتر این سرحد تعیین و علامتگذاری نشده است. این سرحد در شمال تاجیکستان از داخل محله‌های اهالی نشین می‌گذرد و ساکنان دو کشور بارها برای آب و زمین و چراگاه جنجال و خونریزی کردند. در یک نشست در شهر دوشنبه تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی از جمله سرایت ناامنی از افغانستان به تاجیکستان بررسی شد. در این همایش که روز 25 دکبر در مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان صورت گرفت، کارشناسان، دیپلمات‌های خارجی و مقامات شرکت داشتند و گفتند ممکن است در آینده اوضاع در افغانستان بدتر شود. فعال شدن گروه افراطگرای دولت اسلامی، فعالتر شدن طالبان در افغانستان این نگرانی ها را به وجود آورده است که ممکن است نیروهای دولتی افغانستان دیگر نتوانند و گروه های تندرو مقاومت کنند. از جمله قاسم شاه اسکندرов کارشناس تاجیک در نشست گفت افغانستان را بهار خونین در پیش است. دولت افغانستان میگوید ارتش کشور توانایی مقاومت با هر گونه گروه های تندرو و خرابکار را دارد. در مشورت‌های سیاسی مقامات تاجیکستان و ازبکستان راه‌های تحکیم همکاری‌های دوجانبه و اوضاع در منطقه و جهان بررسی شده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 25 دکبر خبر داد در مکالمه‌های سیاسی دو روزه طرفان درباره مسائل داغ منطقوی و بین المللی و دایر به وضع امروزه همکاری‌ها و راه‌های گسترش بخشیدن به این همکاری‌ها تبادل نظر کردند. با گفته وزارت ادامه چنین مکالمه‌های سیاسی می‌تواند در رفع مشکلات و بهتر شدن مناسبات نچندان خوب تاجیکستان و ازبکستان مساعدت کند. دو کشور همسایه سال‌هاست که به دلیل بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان رابطه‌های خوب ندارند و تجارتشان هم با وجود نزدیکی دو کشور بسیار کم است. در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت سال نو میلادی را پیش و با برگزاری یک جشن باشکوه تجلیل کردند. در خیابان کمال خوجندی در اطراف ارچه بزرگی که چند پیش قامت افراخت جشن سال نوی با حضور آوازخوان‌های ولایت و دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند برگزار شد. بیشتر از همه کودکان از شرکت در این جشن خوشحال بودند. از این پیش رئیس ولایت سوخت از ساکنان ولایت دعوت کرد سال نو مسیحی را در دایره خانواده تجلیل کنند و از خرج زیاد پرهیز نمایند. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.